امروز یه نیومارک رو صحبت میکنیم، بعد میریم توی سرندیپیتی و لاگرانژیان یه دونه مثال 4 نود برات حل میکنم که هم کد 4 نود بتونی بزنی هم کد 8 نود. خوب مهندس؟ من الان تازه دیدم مستقیم. آره در این حد. کلاس با الاسیسیته با هم دیگه گذاشتی. اما تو یه تایمه؟ الان دیگه نیست. آها اون بود. آره. تفسیر عرفان سعیدی هم بود دیگه. البته مهندس هم بی تحصیل نبود. آمین. آره. خب الگوریتم نیومارک رو بریم با هم دیگه بعد چیز میکنیم. خب چی بود؟ نمره رو راضی بودید؟ نه؟ معلومه که راضی بودید. شما سعی کرده بودید؟ نه معلومه که چون تو یک نشدی پارسا یک شد؟ نه همبروگر با هم فرشی بودن و نمارات متفاوت. آخه تفاوت میکرد پاسخ‌ها. این هم نوشته. این دیگه عجب داستانی. من شدم البته تغییر پیدا کرد. من شدم دو تغییر پیدا کرد. یه تیکه‌هایی رو مثلا ندیده بودم برگه آخر مثلا مسائل رو. شما مسئله کردید. آره دیگه. آره ندیده بودم بعد چون من سوال دو رو آخر نوشته بودم مثلا. آره این استاد حال نداشت گفتی. خب آقا اول بسم الله یه آلفا یه بتا حل میکنی. خب که میگی که این برابر 25 صدم، خب این برابر نیم، خب این یک. بعد دو میان میگی که میان یه اف افکتیو تشکیل میدی. خب یه اف افکتیو خب به ابعاد نسبت منهای انباوند خب و شو بگو چند تا استپ باید بخوره. ان استپ باید بخوره، ان استپ به علاوه یک باید بخوره، ان استپ به علاوه دو باید بخوره. کدومش؟ اسم بگو. نظام یک اون قضیه بسیده. نظام دو. نه نداره؟ استپ. خب بعد میای میگی که یه یو میسازی، خب یه یو دات میسازی، یه یو دبل دات. خب به ابعاد یکی با اون بالاییه. 3 الان شما میرید اینو مثلا نگاه میکنید، مثلا این الگوریتم به کارتون میاد اصلا یا اصلا نمیاد؟ مثلا دارید کد میزنید نگاه میکنید الگوریتم. خب یه دونه ASF تعریف میکنم خب برای بردار لودم. خب فور لود یه
آصف تعریف میکنم. خب یه انسبب و انستب حله. بعد 4 میام میگم آصف رو تا آ چند تا داره؟ تا آ چند داره حسام؟ تا آ7 داره. تا آ7 اینا هم با توجه به فرمول تعریفش میکنم که یه ضریبیه از آلفا و بت. اوکی. و دلتا و دلتا تی. خب مثلا الان ببین فرض کن من دارم اینطوری میبینم، مثلا تو یه دونه صفحه داری، خب یه فشنگ هم داری، خب یا مثلا یه چیز نوک‌تیز داری، خب میخوای با سرعت زیاد بزنی به این صفحه، خب با سرعت زیاد کل چیز 100 ثانیه است، کل اتفاقی که میفته. خب تو موقعی که داری حل میکنی سنسی به من بگو. اینو با اکسپلیسیت حل میکنی یا ایمپلیسیت؟ رو به من بگو. اکسپلیسیت چیه، ایمپلیسیت چیه؟ سریع بود زنده. خب اون اوکی، انگلیسیش اوکی. اجازه زبان. خب نه الگوریتما رو بگو. نیومارک و اون یکی چی بود؟ سنترال. خب الان اینو با سنترال حل میکنی یا با نیومارک حل میکنی؟ جفتش الگوریتمای دینامیکیه. خب ولی با الگوریتم اکسپلیسیت مسئله های خیلی، مثلا چه میدونم انفجار، خب یهو مثلا چه میدونم انفجار، یهو مثلا ببین موقعی که توی سیلوها موقعی که توشون مثلا به فرض مثال هرچی، به فرض مثال گندمه، خب یهو گندمو خالی میکنن، این خودش یه باره دیگه، این خالی میشه، این خودش یه باره، یه ایمپکته. خب این تو 100 ثانیه رخ میده واسه اون حجم، یهو مثلا میاد پایین، این خودش یه باره. خب اینو میام با سنترال دیفرنس حل میکنم به خاطر اینکه راحت‌تر حل میشه. ولی خب دلتا تی من چقدر میشه مثلا؟ اینو به من بگو تا من اینو بنویسم. روی فکر کن. به مهمتر از همه اینا، خب من حالا چیزی که من خیلی تجربه خیلی خاصی ندارم، ولی تجربه که خودم تو فاینت المنت و مسائل مدل سازی دارم اون سنسته. میدونی چرا؟ مثلا مهندس میدونی کسایی که توی طراحی مثلا اول طراحی کار کردن بعد رفتن اجرا کار کردن خیلی حس بیشتری دارن نسبت به کسایی که یه کله رفتن تو اجرا. غیر از اینه مهندس اجرا کار تجربه ببین حرف اول میزنه، بعد رفتن طراحی آره طراحی ببین یه چیز متقابله. خب اون سنسر رو تجسم رو کاملا داره. بله سلام چطوری؟ عینک زدم نگی فاز داستان. عینکمو گم کردم. آره عینکمو گم کردم، دیروز جواد زاده عینکو دادم لاکار. نه خب ببین کار افکتیو خب اینو تشکیل میدی تو 5 یه فرمولی داره. خب کای اسم بخون، کای به علاوه آصفر ضرب داره هم، خب به اضافه آ1 در سی 6. ولی البته یه مثال لفظی من بزنم، این که بچه‌هایی که اجرا کار کردن دیگه حوصله ندارن برگردن طراحی، چون پول اونور بیشتره طبیعتا. آره اجرا بهتره.
حلقه میزنی، یه حلقه. خب از 1 تا ان استپ به علاوه 1. خب یه حلقه که میزنی توی این، خب اونجا من بهت گفتم که لود رو اینطوری وارد میکنی. مثلا آقا این یه افیه که تو میخوای به این افه برسی، خب اینم تیه، کل قصه است. خب اینو میای به دلتا تی های کوچیک تشکیل میدی. خب بعد میخوای به اینجا برسی، خب میخوای به اینجا برسی با دلتا تی های کوچیک میری دیگه، اینو خورد میکنی. خب میای توی آصف اینو خوردش میکنی. خب با هر الگوریتمی. یه موقع مثلا میخوای بار رو اینطوری ببری بالا، بسته به شرایط. خب حالا بستگی داره. این توی آباکوس بهش میگن اسموت استر. خیلی مهمه برای حل اکسپلیسیت. خب بعد میای ریداکشناتو میزنی کلا. ریداکشناتو انجام میدی. خب اینو بهم گفتی چقدر میشه؟ اینو چند میگیری؟ میگی 6 7. اونو به من بگو دلتا تی رو. نظرت نسبت به اون چیه؟ خب ریداکشن ها. خب این ریداکشن ها، خب این ریداکشن هایی که میزنی، این توی اصلا یعنی چی؟ این ریداکشن هایی که میزنی هنوز الگوریتم چیز ننوشتی نه؟ ولی ریداکشن داشت دیگه. چی کار میکردی ریداکشن؟ حذف باندری کاندیشن ها. حذف باندری کاندیشن ها. خب حذف اون شرایط مرزی. بذار شرایط مرزی بنویسیم. زشتی. شرایط مرزی از چی؟ از بردار F، بردار K، بردار M، بردار C. خب اینا رو حذف میکنیم. یه 8 یه یو ان، خب با زیروز تشکیل میدی که این ان نهاییه. خب به فرض مثال نامگذاریه دیگه. خب که برابر با زیروس ان اسبر در چی؟ چی شو به من بگو؟ نو. چیش رو به من بگو؟ NS3. خب آقا اول اینکه این دیتی باید قطعا کوچکتر از تی کل مسئله باشه دیگه. ها؟ دیتی باید قطعا کوچکتر از تی کل مسئله باشه. ببین توی اکسپلیسیت خیلی ریز میگیرن. 10⁻⁵ شاید. خب که اینو بیان ریز بیان وارد کنن به این که
از اون ماهیت مسئله کم نشه. اوکی؟ این حسن یه صفحه بود، خب یه جسم نوک‌تیز با سرعت زیاد داریم میزنیم به صفحه. بحث این بود که آقا ما با الگوریتم استاتیک جنرال حل کنیم یا با اکسپلیسیت آباکوسی حل کنیم. خب که تصمیم گرفتیم چون اکسپلیسیت ماهیتش اینه که مسئله رو توی شرایط خیلی تیای خیلی کوچولو حل میکنه، خب توی بازه زمانی خیلی کم، مثل انفجار، مثلا چه میدونم یه باری مثلا روی جرثقیل مثلا یهو مثلا جرثقیل ول میکنه اون باره برمیگرده، مثل مسائل ارتعاشی. خب اینو ما تصمیم گرفتیم با اکسپلیسیت حل کنیم. حالا من میگم آقا تی کل مسئله کلا 1/100 باشه، خب تو باید با 10⁻⁵ اینکریمنت بزنی تا اونو حل کنی کوچولو کوچولو. اوکی؟ پاک کنم؟ خب بعد یه فور میزنیم که میای اصلا دیگه سالو میشه دیگه. فور از 1 تا n استپ. خب یه فور میزنیم از 1 تا n استپ. ببین کای ریداکشن رو، خب که اینجا کای افکتیو رو F، خب تشکیل دادی. این رو این F منظورم آصفه ها، اینجا این آصف کوچیکش میکنید. خب این که میاد توی F افکتیو، ببین یه F افکتیو با توجه به فرمول تشکیل میدی. بعد میاد کای ریداکشن رو که داری یو رو حساب میکنی با همون فرمولی که بلدی. خب بعد میاد یو رو حساب کردی، یو دبل دات و یو دات رو هم حساب میکنی. خب فقط یکی به من، یه قهرمانی اینجا برای من یه محبت کنه، اصلا محبت کن اینو اف افکتیو رو به من بگو از توی الگوریتم نیومارک. اف افکتیو چیه؟ توی کتاب بطن هست. حالا همه حسن اذیتت نکنم، همه مثلا یه نگاه بندازن ببینن این کجا. خب ببین اف تی به علاوه دلتا تی، خب به علاوه ام ضرب در 4 بر روی دلتا تی 2 در آی تی. یه دونه کروشه بذارید یه براکت باز بکنید بعد از ام. بله یه دونه آتی هم ضرب میشه تو همون یه آی تی به علاوه 4 بر روی دلتا تی عادات تی. عادات آره یو یا یو اگه شما آها یو این آها آره فهمیدم. اون یو تیه، این یو تیه بله در لحظه تی یو تیه، یو دات به علاوه یو دابل دات تی به علاوه یو کلا یو دابل دات تی به علاوه سی، نه براکت بسته، به علاوه سی علاوه سی دوباره یه براکت باز بکنید. خب 2 بر روی دلتا تی خب یو تی به علاوه یو دابل دات تی. ببخشید یو دات تی بود. خب آقا من اصلا با این کار ندارم.
تو استپ اول اینو چی میزنی؟ اینو شرط اولیه مونه دیگه. شرط اولیه میگیری دیگه از مسئله. خب از اون جایی شروع کنی که این مثلا یه دونه فشنگ مثلا تند داره میره سمت دیوار، یه شرط اولی از یه جایی شروع میکنی دیگه. نمیاد از لب اسلحه که شکلی شده رو محاسبه کنی دیگه. اون تیکه‌ای که میای بینه میخوای رفتار کنی، اون تیکه‌ای که میخوای یه ذره قبل از خوردن به دیواره میخوای در واقع مدلش کنی، اونجا شرط اولیه چیه؟ یه سرعت و یه شتاب و یه حرکت خاصیه دیگه. اونجا اینا رو وارد میکنی. ملموس صحبتم خدمت شریفه. ها خب صفحه 781 کتاب بطل. بعد میای اینجا ریداکشن ها رو برمیگردونی، برگرداندن کاهش یافته ها. خب به مثلا اینجا مثلا اینجا میای به آ تبدیلش میکنی، عادات دبل دات. خب که این عادات دیسپلیسمنت ماه مثلا رو هم حل کردی. حل همه چی اوکیه؟ یه لحظه نگاه بکن، من یه لحظه بگیرم. نه همون یون این شتاب یود آدم داد این شتاب یوه این چرا آیو شد این آخرش همه چی خوب بود؟ برید سراغ فرمول لاگرانژ. که استاد برای شما گفته این مسئله رو. خب توی المان لاگرانژی کا خب x یه متغیر، کا هم یه خب شما رو گرفت. خب بعد میام میگم که پی بزرگ یه دونه n یه m مساوی 1 یه m مساوی نیست با k. خب که x منهای x n x k هم منهای x n. خب این پی بزرگه، خب پی بزرگه همون مسئله سیگما رو میکنه ولی تو ضرب کردن. اوکی؟ این سیگما نیست، ضرب میکنه به هم دیگه مثلا. خب که مثلا به فرض خب بگیم که n مساوی 3 و k مساوی 2. خب l 2 x مساوی با x منهای x1
x منهای x2 خب و x2 منهای x1 و x2 منهای x3. چه المان‌های شامل المان‌های لاگرانژی میشن؟ سوال من از تو اینه. ها؟ که با لاگرانژی میتونی حل کنی. لاگرانژ اصلا چیز چیه؟ اصلا مسئله چیه تو لاگرانژ؟ چیکار میکنه؟ چه فانکشن ها رو به ما میده؟ خب مسئله شیپ فانکشن. الان ما با لاگرانژ چه المانایی میتونیم به دست بیاریم؟ ببین یکیش المان چهارگریه‌ایه فرمول. خب چی؟ یه دونه 9 گره‌ای. خب یه دونه 9. یه دونه 16 گره‌ایه که حالا میکشم اینجا برات. ولی خب خیلی چیز نیست. از لحاظ محاسباتی خیلی به صرفه نیست. کارش 9 گره‌ای و 8 گره‌ای کار در میارن. 16. خب ببین ما مثلا توی یه دونه المان بار حالا این چیزا رو ما بررسی نکردیم چون خیلی چیز بود. دکتر معمولا بررسی نمی‌کنه. ولی توی المان بار خب توی المان بار که این یک این دوه خب این اوردر مسئله خطیه دیگه. خب اوردر یکه. یه جا هست تو میای یه گره به وسط اضافه میکنی چون درجه 2 رو هم بتونی بگیری. اوردر اینجا 2 میشه 1 2 3 حالا چیز محلی. حالا اینجا تو من بگو اوردر که یکه. خب اینجا اوردر یکه مثلا بگم n هم اوردر یکه برای المان 4 گره‌ای من چجوری تعریف کنم که چند تا نود داره؟ خب n به علاوه 1 به توان 2 که میشه چند تا؟ تو من بگو 4 تا. خب اینجا این صدق میکنه این فرمول n اینجا اوردر چنده توی این مقام؟ 2. خب اوردر چی میگه؟ میگه که n به علاوه 1 به توان 2 میشه چند؟ 9. خب همینطور برای 16 گره‌ای. خب یکی از خوبی‌های متد لاگرانژ خب لاگرانژ المنت اینه که ما میتونیم وسط بادی المان خب ما گره داشته باشیم. یعنی تنش این وسط هم بتونیم داشته باشیم. بله. خب که اونم اوردر المانم بهت گفتم. حالا یه مثال بزنم که برای المان 4 گره‌ای من با لاگرانژ حساب کنم. ببین المان مثلا این توه یه دستگاهیه اینجا. خب این المان با هر شکل شمایلی خب این مثلا اینطوریه این اینطوریه. تو واقعیت اینطوریه دیگه. تو مش میزنی همش طبق قواعد تو مثلا مربع کامل در نمیاد که برات اون شکلی در میاد. خب
که مثلا به فرض مثال x1 و x2 x1 و y1 x2 y2 x3 y3 و x4 و y4. خب این هم y این هم x. خب حالا تو میای این رو مجبورش میکنی که بیا توی دستگاهی که صاف و صوف وایسه که بتونی حلش کنی. خب توی دستگاهی که صاف و صوف وایسه که این دستگاه چیه؟ نامش؟ دستگاه طبیعی. مختصات طبیعی. نگاشت. من ریاضی پیشرفته بود که هیچ موقع یادم با دکتر مصطفی اسکندری داشتم سر جلسه نهایی گفت که چه می‌دونم توی الاسته داریم نگاشت بین دستگاه کارتزین رو میبره تو استوانه این بحثا. اونو گفت با ریاضی یک با فرمولای نگاشت اثبات کنی. خیلی ناراحت کننده بود وضعیت. بحث نگاشت شد. خب مختصات رو به من بگو. مختصات 1 منفی 1 و منفی 1. بگو دیگه 2 منفی 1 و منفی 1. خب 3 1 و 1 4. خب اگر بخوام با فرمول لاگرانژ من حساب کنم چه فرمی میشه اینجا؟ خب میگم که n1 برابر است با n1 کیسی و n1 اتا. اینو موافقی باش؟ که میگم این تبدیل میشه به کیسی منهای کیسی 2 خب و اتا منهای اتا 2. خب کیسی 2 منهای کیسی 1 اتا 1 منهای بخشید این 2 نیست این 4 اتا 4. خب که از توی این عدد رو جایگذاری کنم این کیسیه با این اتا خامنه. اینا اونایی هم که میرن با انتگرال گیری گوس دوست میشن اون بعدن. حالا تو من بگو چرا 2 چرا 4؟ ما داریم حل میکنیم دیگه. چرا 2 من انتخاب کردم؟ چرا 4 انتخاب کردم؟ ببین بحث لبس. اینجا توی کیسی این با 2 در ارتباطه، اون بالا توی اتا با 4. خب با 2 تا نود در ارتباطه دیگه. اینو نکتهشو بنویسم یا خودت اونجا اضافه میکنید توی جزء. داستانش توی این قصه است. اینو تو یوتیوب یا بابایی هندی بود میگفت. خب که کیسیه منهای 1
منفی 1 منهای 1 اتا منهای 1 منفی 1 منفی 1 میشه به عبارتی 1/4 1 منهای کیسی و 1 منهای اتا. که تابع شکلا رو داری دیگه دم دستت. این n 1 بود. خب n 2 رو بهم بگو. n 3 و n 4 بگو که بنویسم یا نگاهی بنداز. n 2 میشه 1 منهای ها بگم بنویسی. آره بگو. 1/4 1 منهای اتا در 1 علاوه کیسی. ها اتا اتا یک علاوه در علاوه کیسی نه بله، در 1 علاوه کیسی. خب 1/4 1 علاوه کیسی در 1 علاوه اتا. خب 1 علاوه کیسی 1 علاوه اتا 1 منهای کیسی. منهای کیسی. حالا تمرین چندی؟ 14 خب با توجه به فرمول لاگرانژ نودی رو لاگرانژ توابع شکل نودی رو محاسبه کنید. اوکی اون دو چهاره رو میگیم چی؟ ببین رو لبست دیگه. ببین اینجا داری کیسی رو میخونی دیگه. برای کیسی شماره گره کیسی. کیسی رو لبش روی ایکسش رو 2، خب روی وایش روی اتاش رو 4. حاله نسبت به اون نقطه شماره گیری که هم این موقع سر میزنیم دیگه، درسته؟ آره دیگه مثلا برای یک گرم وسطیه تو المان نام گرهی چه میشه؟ حالا دیگه سواله بذار هست توی چیز یه امتیازی بدم دوست داشته باشید. خب بذار اول سرندیپیتی رو بگم و پاک کنم اونو. خب یه کوچولو تا سرندیپیتی رو اینجا بگم. میگم المانای سرندیپیتی.
که یکی از المان سرندیپیتی چیه؟ چه فرق با اون میکنه؟ وسطیه رو نداره. یعنی ما المان سرندیپیتی رو با 8 گره‌ای حساب میکنیم. حالا المان 8 گره‌ای رو با فرمول لاگرانژ میشه حساب کرد؟ نمیشه. المان فقط تو المان‌های سرندیپیتی روی لبه ها گره هست. خب و یکی از که ذات در واقع که بدیهیه، من اینو بگم ذات شیپ فانکشن هاست که اگه توی این گره شیپ فانکشن 1 بود بقیه جاها صفره. اوکی؟ که در واقع میاد روی چیز دیگه، یا مثلا اگر مثلا این اج رو من بکشم بیرون، خب این اینجا یکه، این میاد غیر خطی اینجا اینطوری میشه که حالا مثلا توی چیز در نظر باید بگیرید که n روی یه گره 1 باشه، روی یه گره روی بقیه صفره. یه امتیازی بهت دارم. امتیازی چنده؟ یه امتیازی تا البته امتیازیش نکنم دیگه. امتیازی ولی تا یک شنبه هفته دیگه حله، چون میخواستم چون جلسه بعدی میخوام بیام حلش کنم. امتیازی تا چندم میشه؟ یک شنبه هفته دیگه جلسه نداریم. جلسه نداریم ولی ددلاینش تا اون شب 26 تا 26. من روی این حساب کردم چون آمار تقویم رو نداشتم، روی این حساب کرده بودم که جلسه داریم. آقا توابع شکل 8 گرهی رو در بیار، به دست آورید. یه تقلب هم بهت بدم، این خیلی راحته ولی برو گوش کن. اوکی؟ برو یه یوتیوب نگاه کن. خب یه هندیه داره، یه پروفسوریه داره توضیح میده. خب توضیحاتمون رو گوش بده. اگر هر کسی هم پیپرش رو به دست آورد، پیپر آقای اسمش یادم نمیاد، فکر میکنم یادم نمیاد. اوکی، تو یوتیوب اینو توضیح داده. اینو برای من تا یک شنبه هفته دیگه بگیر، امتیازی تو بگیر. خب فاز 2 پروژه باش هستی دیگه ایشالله.
یه دونه نبود که 3 تا بود تازه. میخوای تمرین برم تو فاز تمرین بگم اسمش رو میدم پروژه، قصه فرق میکنه. نه پروژه بهتره. بعد میگی تمرین جدی. نه خب من حواسم هست. خب برای بچه‌های کارشناسی همین فنی زدم. یه گفتم پروژه ندیدیم. تمرین بعد اینا همه رو زود میدم. اصلا فکر می‌کنم همه رو زود. اسمش که پروژه بیاد اصلا همش آره میگه سنگین و اینا قر میزنن کلی و شما خیلی خوبید واقعا. یعنی اونا خیلی قر میزنن، خیلی قربون. نه تحلیل آره تحلیل اجزا محدود دکتر منیر میگه. آره که تیه شمیر صفاسیه دیگه، امیر حسین HPC. واقعا خب سیستم ها قوله دیگه اون تو مثلا سیستم ها خوبه. یه مزیتی که داره حداقل بچهای دکتر محمدی حداقل پول سیستم نمیدن، راحت هم میگه مثلا ما میزن. نه نمیتونم. من پوستم کنده شد. دکتر یه روز و نیم بهت سیستم میده. آره الان مثلا فکر کنم هر 15 روزش 200 تومنه فکر میکنم. یا خوبه 5 موتور یا اون سیستم میخواد. آخه تو یه چیزی انتخاب کردی. این چی میگم؟ تو مثلا میتونستی بری مثلا یه شرکت بتونی مثلا یه گرانتی چیزی بگیری در نه اونا گرانت بگیری بیا اینجا بزنی. آره خب ببین الان یه تمرین حل میکنم. المان 4 گره‌ای و ماتی سختیشو با هم دیگه به دست میاریم که یه چیزی دستت بیاد. خب به دست آوردن ماتی سختی المان 4 گره‌ای با انتگرال گیری آوردن ماتریس سختی المان 4 گره‌ای با انتگرال گیری موسی. ای مساوی 2 - 1 ضرب در 10⁵ n p n. نو هم برابر با 3 و تی هم برابر است با 1. المان چه فرمیه؟ المان به این فرم که یه دونه المان 4 گره‌ایه. حالا واقعا ابعادش اینطوری نیست. حالا بذار من چیز کنم واقعی شد بکشم. مثلا بگم اینجا 0 و 0. خب خط داریم خب با یه خط هم داریم پایین. این 1 واحد 2 واحد 3 واحد
منفی 2 گره 1 و منفی 3. خب گره 2 من 1 و منفی 2. خب گره 4 هم 2 و 2. المان 3 هم منفی 1 و 2. یه همچین فرمی. منفی 1 و 2 یا آره سیله زیرشون منفی 1 و 2. این همچین فرمیه. در جریان یک با 2 تا انتگرال گیری گسی با 2 نقطه انتگرال. خب المان 1 المان 2 المان 3 و المان 4. دوباره چیزاشو بنویسم. چیز نکنیم. منفی 2 منفی 3 1 رو منفی 2 اینجا 2 منفی 1 و 2. خوبه؟ اولین کاری که میکنم میام N1 و N2 و N3 و N4 رو تشکیل میدم. اینجا بنویسمش. خب توی کد همین. بعد میام مشتقاتشون رو تشکیل میدم که اونجا من اونو نوشتم. میخوای اینجا تو جزوات اینم اینجا بنویسی. و میخوای من بنویسم که تو هم بنویسی. بنویسم یا می‌نویسی؟ خب میگم نو با خودم حالا مشتقا رو میگیریم. که روند N1 به روند اتا و روند N1 به روند کیسی. بگو دیگه. من اولیش رو می‌نویسم. 1/4 کیسی منهای 1. 1/4 اتا منهای 1. حالا اون یکی تو بگو. بذار من اینا رو بنویسم. روند N2 به روند اتا، روند N3 به روند اتا و روند N4 به روند اتا به برابر روند N2 به روند اتا، روند N3 به روند اتا داشت کیسی روند N4 به روند کیسی. حله؟ خب بقیه شو تو بگو. اون اصلا جزء هم چرا واقعا من گیر آوردم. خب بگو دیگه. روند N2 به روند منفی 1/4 منفی 1/4 1 به علاوه کیسی. 1 به علاوه کیسی. خب اون یکی
چهارم یک منحنی تا 1 منحنی تا 1 چهارم یک به علاوه کیسی 1 چهارم 1 به علاوه کیسی 1 چهارم یک به علاوه تا اون یکی 1 چهارم یک به علاوه کیسی منفی 1 چهارم یک به علاوه تا 1 به علاوه 1 تو مسئله منو درک میکنی. داداشم عمل کرد. الان این چیز آورد داداشم عمل کرد. اذیت شد خیلی. من دیدم چشمم ترسید. آره خیلی اذیت شد اون. سردرد میگرفت. شما عمل کردی؟ همین تابستون عمل کردم. همین تابستون عمل کردی. یه ماه اذیت میشی واقعا. یه ماه تو تاریکی باید بشینی. نه اصلا نمیشه. اما حالا من تو هفته 4-5 ساعت گیم بازی نکنم نمیشه اصلا. نداریم همچین چیزی. خب ما یه مسئله داریم به نام انتگرال ژاکوبیان. خب میگم ماتریس ژاکوبیان. ماتریس جی. خب که این جی یه رابطه بین این محیط کج و کله و اون محیط که بذار من اون محیط هم اونجا بکشم. این کیسی این اتا خب با همون چیزا 1 2 3 4 نقاط انتگرال گیری این تو هاست مثلا نگید دقیق اینجا باشه. خب که این فرمولش در جریانی دیگه این بین اون با این در ارتباطه. این بین جیه این بین. خب این بین یه جی وجود داره که یه دونه ماتریس هم هست. خب اون جنس ماتریس هم که در جریانی. خب من الان فرمول ماتریس رو می‌نویسم، مؤلفه‌اش هم به دست میارم براتون. خب که J برابر است با روند X به روند کیسی. آقا بخون برای من خواهشم. روند Y به روند کیسی روند X به روند اتا روند Y به روند اتا. اینو با این موافقی دیگه. خب که این برابر با این برابر با سیگما n آی مساوی 1 روند n آی element روند کیسی x آی element. خب اینجا هم برای اون یکی آره 1 روند n آی ای. چرا آی گذاشتم؟ به خاطر اینکه اگر المانت 8 گره‌ای بود که 8 گره‌ای هم میشه، خب
دچار مشکل نشی دیگه. اوکی؟ توی یه ماتریسی داشتی به نام ماتریس B توی 3 گره‌ای CSC. خب این چند تا چیز میشد دیگه، چند تا B کنار هم دیگه میشد که بیا رو تو تک تک میومدی حساب میکردی. خب که من حنجرم پاره شد که از بس گفتم که آقا این بیا رو جدا حساب کن. سر جلسه باز یک کله همه ضرب کردن، بعضی یک کله ضرب کردن دیگه. آقا من کله ضرب کردی دیگه. نه ثابت بود. اصلا تو کد میزنم بهت نشون میدم. نه آقا مثلا خانم قدیمی و پارسا و اینا هم درست حساب کرده بودن. من به شما گفتم اون اصلا یه چیزی نگیدم، اون درست بود. اینجا تو راه رو هم دیگر دیدیم. روند n آی مساوی 1 روند n آی به روند اتا وای آی ای. حالا ما بیشتر با دیترمینان جی کار داریم. دیترمینان جی برابر با روند کیسی به روند ایکس روند اتا به روند ایکس روند کیسی به روند وای منفی داره. روند اتا به روند وای که برابر است. خب اینو میتونی برداری دیگه. خب اینو میتونی برداری دیگه. پس توی اون میشه منفیه به روند کیسی با یه آی ای منفیه آی مساوی 1 روند آن به روند اتا ایکس آی ای آدم ای دارم. خب که برابر ما 1 به روی دترمینانه. خب این یه دترمینان ج اینجا بهش ضرب میشه. 1 به روی دترمینان ج اینو بنویسیم. اومد تو این ستون.
بله. خب حالا من میام حالا با توجه به این فرمولا من میام روند x به روند کیسی روند x به روند نون روند y به روند کیسی و روند وای به روند اتا رو حساب کنیم. چی شده؟ درگیره؟ این عملیات جبری داره. خب این که این وای آی و ایکس آی منظور مختصات گره. خب روند ان آی به روند کیسی و اینا هم که نوشتم. خب که پاسخ آخر رو می نویسم برات. 3/2 اتا منفی 3/2 کیسیه به علاوه 1/2 1/4 1 منهای اتا منفی 1/4 کیسیه به علاوه 9/4 خب جی رو با این مقاله میتونی تشکیل بدی؟ انتگرال جی رو برای من تشکیل بده اینجا. بگو بگید دیگه خواهشم. منفیه 3/2 اتا پایینیش میشه 3/2 کیسی بله بگیم منفی 3/2 کیسی بله نه دیگه منفی 3/2 کیسی منفی هم پشتش داره ما کدوم؟ اونجا جی رو دارم می‌نویسم. آها خود جی آره خب 1/2 خب 1 منهای 9/4 دیگه منفی 1/4 کیسی به علاوه 9/4. خب بعد میایم از توی این دترمینان جی رو حساب میکنیم. خب که
اینجا مساوی 3/8 کیسی منهای 28 هشتم اتا منهای 1/8. اوکی. بعد میای اینو تشکیل میدی، اینو خب اینو اسمشو بذارم ماتریس مثلا چی بذارم؟ آ کوچولو نه مثلا زد بذارم مثلا. خب ماتریس زد رو که تشکیل دادی ضرب در دت جی میکنی جی منفی 1. اینو مستقیما تو کد میزنی ها، این باید مستقیما تو کد بخوره. تمام روابط جبری اینجوری میزنی تا اینو دتجت منفی. خب دترمینال جی اینو مستقیما میزنی توی کد که با این با دترمینال جی اون کار داری. زده همون ماتریس هست. آره اینو گذاشتم، این اسمش ماتریس زده. خب که من میخوام با اینو اول تشکیل بدی. خب حالا جای مثلا کار ندارم، ولی مهم این دترمینال مهم دترمینال جی با این جی منفی 1. حالا بی آی برابر بود با روند n1 n آی به روند x 0 0 روند n آی به روند y روند n آی به روند y و روند n آی به روند x. خب حالا تو مبادیلی که داری اینه. خب چجوری اینو بسازیم؟ اینو ماهیت فرمول جی چی بود؟ که روند اینجا هم بنویسم روند n به روند کیسی روند n به روند کیسی و روند n به روند اتا برابر است با j ضرب داره تو بگو روند n
به روند x و روند ny به روند y. حله؟ خب حالا من اینو دارم، این معلومه، این مجهوله. خب اینجا جای منفی 1 به درد من نمیخوره، میبری اونو حساب میکنی. خب بعد میاری میذاری این تو، این تو هم که در آوردی مثلا رو اینو در میاری، چند تا ماتریس کنار هم دیگه میشه به تعداد گره ها. خب آره حالا 2 دستش بی ترانسپوزشه دیگه. اوکی حالا یک سری ببین اینجا رو می‌بینی اینا مقادیر خامن. خب اون تو هم هست. خب کیسی و اتا داره. حالا با این مقادیر خام اینا رو من چیکار میخوام چیکار؟ انتگرالش رو در بیارم دیگه. خب میگفتیم که اینجا میگفتم که دترمینان دی x دی y برابر است با دترمینان j دی کیسی و دی اتا. خب حالا کا برابر است با 2 تا سیگما آی از 1 آی مساوی j مساوی 1 و 2 و 2 بی ترانسپوز دی بی دترمینان j. خب این حل. اینو اینجا مگه نقطه انتگرال گیری گسی نداری؟ برای 2 تا نقطه انتگرال گیری مقادیر چنده؟ 2 تا نقطه انتگرال گیری داری. آقا پی برابر است با 2. خب کیسی آیت برابر است با مثبت منفی مثلا 57 فلان. بعد اتات هم برابر است با مثبت منفی 57 خب وزنات WI و WJ برابر با 1. حالا تو این فرمول WI WJ کو؟ چون یکی نداشته ولی داریم. اوکی حالا تو میای تک تک میگی که آقا الان مثلا این نقطه انتگرال گیری 1 این نقطه انتگرال گیری 2 3 مثلا این 4 3. خب کای 1 نقطهش کیسی منفی 57 اتاش منفی 57 کای 2 با اون مختصات کای 3 با اون مختصات کای 4 هم با اون مختصات که کای 4 چی میشه؟ کای 4 میشه مثبت حل میکنی. بعد همه اینا رو سیگما میزنی همه
سام اینا میشه کائن المان. خب توی آباکوس یه تیکش توی تنظیمات مشویری، خب اون یه تیک داره میگه گاس ریاکشن پوینت. کی دیده اونو؟ گاس ریاکشن پوینت اون اینو میگه ها. میتونی 3 تا داشته باشی. اگه 3 تا داشته باشی، 3 تا نقطه انتگرال گیری داشته باشی، 1 2 تا 3 تا 1 2 تا 3 تا 1 2 تا 3 تا. حد محاسبه رو نگاه کن. روی هر نقطه باید حساب کنه بیاره جمع کنه. خب ولی اون یه سری الگوریتم میزنه که میاد روی سوار میشه، جواب این نقطه‌ایه رو با اون مثلا 2 تاییه میده. مهندس جا این تبدیل دی ایکس دی وای که دت جی دی اتا دی کیسی که زدین اون برای کجا بود؟ تبدیل کجا؟ توی انتگرال گیری دیگه. توی انتگرال گیری فرم قبلیش با دی ایکس دی تو محیط دیگه. آها توی محیط تو انتگرالش با محیط توی نگاش نیست که. من یک کله فرمول نوشتم دیگه. خب حالا تمرین 15. خب حالا یه چیزایی که نوشتم از این فرمول از تمرین از شکل روبرو، از مثال روبرو پارامترهایی که محاسبه نشده محاسبه کنید. دستی کدوم پارامتر رو حساب نکردم؟ یه دونه دت جی حساب نکردم. یه دت جی، یه بی آی، یه کا، همین ها غیر از این هم بود؟ دیتیجی که حساب نکردم. آره دیگه. سهشون کسی منم نه گفتم ولی خب حساب نکردم. اینو حساب کن که یه چیز خاصی نیست، فقط کد امتیازی میزنی؟ کلا میبینی نیم همه این کلا این همه مهندس امتیازی هم چقدر میشه؟ آره پایین‌تر بود می‌کنه. ولی درس اجرایی نبود تو بر نمی‌داشتی اصلا بر آره آره دیگه یه پیستی میگیری میری توی کانون.
چی اسکیل اصلا نمیخواد کلاس شما. معدل میانگین معدل کلاس با اصلا اعمال نشده چند بود؟ 4 خورده ای بود. نداریم همچین چیزی اصلا. یه تنه خود اول چیز بوده بالا رنگ کیه الان؟ رنگ سازه؟ اگه سازه آره چی؟ 401 401 اینجا نیست بکنم خانم دشبان من تمام سلام